سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من مانا هستم و قراره که توی این ویدیو در مورد استرس و راهکارهای مدیریت استرس با همدیگه صحبت کنیم. موضوع اصلی ما صحبت در مورد اضطراب و استرس هست. منتها در ابتدا دوست دارم که در مورد ترس صحبت کنیم و بعد از ترس به استرس برسیم. همه افراد فکر میکنن که ترس و استرس در کنار همدیگه قرار داره و در واقع یه جورای معنی یکسانی داره و مکمل همدیگه هستن. منتها مقوله ترس و اضطراب کلاً جدای از هم هستن. ترس در واقع یه نوع واکنش درونی ما افراد هست به یه عامل یا یه اتفاقی که میخواد رخ بده. در واقع ما احساس ناامنی میکنیم و برای مقابله با اون حس ناامنی که توی وجود ما رخ داده میخوایم یه واکنشی نشون بدیم. ترس یه مکانیزم دفاعی هست برای مقابله با خطراتی که ممکنه ما رو تهدید کنه. پس ترس به خودی خودش خیلی خوب هست و میتونه به بقا و امنیت ما انسان ها کمک کنه. مثلا توی خیابون دارید راه میرید و میبینید که یه ماشین با سرعت داره به سمت شما میاد. خب این حس ترسه توی شما به وجود میاد که نکنه اون ماشین به من برخورد کنه. به خاطر همین خودتون رو کنار میکشید. این احساس ترس بود که باعث شد که امنیت شما و سلامتتون حفظ بشه. پس ترس خیلی جاها میتونه به نفع ما عمل کنه و توی زندگیمون تاثیر مثبتی داشته باشه. همونجوری که بهتون گفتم ترس یک نوع احساس ناامنی هست که از بیرون به ما انسان‌ها دست میده. اما اضطراب یک نوع احساس درونی هست که برای ما انسان‌ها رخ میده. مثلا اضطراب اینجوریه که از خونه میزنید بیرون و قراره که وارد یه خیابون شلوغ بشید. تا زمانی که بخواید به اون خیابون برسید مدام توی ذهن خودتون میگید نکنه من الان وارد این خیابون بشم یه ماشین به من برخورد کنه. این حس اضطراب یه عامل درونی هست که توی وجود خودتونه. دلیل مشخصی هم در واقع نداره چرا این استرس داره میاد سراغتون و مدام این رو دارین با خودتون تکرار میکنید. اضطراب یه عامل مبهم هست. تفاوتش با ترس دقیقاً همینه. ترس یه عاملی هست که شفافه، یعنی مشخصه که دقیقاً چی داره ما رو تهدید میکنه، ولی اضطراب عاملش مشخص نیست، مبهم هست. نمیدونیم دقیقاً توی این وضعیت ما چه چیزی داره ما رو تهدید میکنه و باعث شده که این حس اضطراب به ما دست بده. زمانی که یه ماشین میخواد به ما برخورد کنه این حس در واقع ترسه مبهم نیست، شفافه. میدونیم که یه ماشین داره به سمت ما میاد. ولی زمانی که استرس میگیریم دلیل استرسمون اکثر مواقع مشخص نیست. مقوله استرس خطر واقعی یا شخصی ما رو تهدید نمیکنه. به خاطر همین هست که میگیم یه عامل درونی هست. استرس میاد اون احتمال خطر رو به ما گوش زد میکنه، به ما یادآوری میکنه. خب استرس هم دو نوع داره، نوع مثبت و نوع منفی. نوع مثبت استرس باعث انگیزه توی وجود ما میشه و ما رو به تحرک وامی داره که به اندازه کمش توی زندگی ما لازم هست. ولی نوع دوم که در واقع استرس منفی هست، هر چقدر که این اضطراب و استرس ما بیشتر بشه به خاطر همین باعث بیماری های زیادی میشه. تا اینجا ما متوجه شدیم ترس چی هست، اضطراب چی هست، تفاوت اضطراب و ترس با همدیگه به چه صورته. حالا میخوام یه سری راهکار بهتون بدم که اگر دچار این استرس ها میشین، اون هم استرس از نوع منفیش، چجوری مدیریت انجام بدین که از این اضطراب ها دور باشید. اولین راهکار در مورد مدیریت استرس این هست که نقاط مثبتی رو که دارید بولد کنید. یعنی اگر یه شخص حالا خیلی خوب رانندگی میکنه، اون رو توی وجود خودش بولدش کنه، شفافش کنه و این باعث میشه که اعتماد به نفسش بیشتر بشه و از استرس دور باشه. راهکار دوم این هست که حرکت کنید به سمت ارزش ها. ممکنه توی هر جامعه یه سری از حالا آیتم ها به عنوان ارزش شناخته بشه. مثلا صداقت، اثرگذاری. شما میتونید با در نظر گرفتن این آیتم ها ارزش خودتون رو پیدا کنید و حرکت کنید به سمت ارزش هاتون. راهکار بعدی این هست که
تمرکز کنید روی یک چیز. مثلا شما دارین فیلم نگاه میکنید، فقط روی فیلم نگاه کردنتون تمرکز کنید. اگر که دارید رانندگی میکنید، فقط روی رانندگی کردنتون تمرکز کنید. در واقع در حال زندگی کنید. من میتونم بگم یکی از بزرگترین کارهایی که توی زندگیم حس میکردم حالا خیلی کار بزرگیه، خیلی خوبه که من اینجوری هستم، همین بود که مثلا همزمان میومدم با لپتاپ کار میکردم، پادکستم رو گوش میدادم و حالا یه سری یادداشت هم مینوشتم. فکر میکردم خب خیلی خوبه، من دارم 3 تا کار رو همزمان انجام میدم. همین باعث میشد که استرس من بیشتر بشه. به خاطر همین هست که میگن زمانی که دارین یه کار رو انجام میدین، فقط روی همون کار تمرکز کنید. مدیتیشن کنید، حتی شده 1 دقیقه. شما در روز یه تایمی رو واسه خودتون در نظر بگیرید برای مدیتیشن کردن. راهکار بعدی این هست که ورزش کنید، تمرینات هوازی رو انجام بدین و واسه خودتون تغذیه مناسب رو در نظر بگیرید. توی رشته هنر به اون رشته‌ای که علاقه دارید رو انتخاب کنید. حالا مثل موسیقی، نقاشی، به هر کدوم از این رشته‌ها علاقه دارید، یه رشته رو انتخاب کنید و اون رو ادامه بدید. مهارت نگفتن رو هم یاد بگیرید. توی موقعیتایی که نمیتونید یه کار رو انجام بدین یا دوست ندارین اون کار رو انجام بدید، به راحتی نبگید. خب این راهکارهای استرس بود. یه نکته دیگر هم بهتون بگم. حالا فرض کنید من وارد یه جمع شدم و مورد استرس قرار گرفتم. چه کار کنم که از این استرس دور باشم؟ اولین راهکار این هست که اشیایی که توی اون محیط وجود داره رو نام ببرید برای خودتون. مورد دوم میتونید نفس‌های عمیق بکشید که از اون استرس دور باشید. مرسی که تو این ویدیو هم همراه من بودین. امیدوارم واسهتون مفید باشه. لطفاً نظراتتون رو حتما برام بنویسید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.